دارم. یک مشاور املاک که تبدیل شد به شهردار شهر نیویورک، مهمترین شهر آمریکا و اگرچه قلب اقتصاد ایالات متحده. این آقای ممدانی که حالا دیگه احتمالاً همتون میشناسید، نه تنها مسلمانه بلکه شیعه هم هست و هیچ ابایی نداره از اینکه بشینه کف مترو روزش رو افطار بکنه، با دست غذا بخوره و یه خط در میون هم بره مسجد. و نکته جالبش اینجاست که این آقا در سن 7 سالگی در یکی از کشورهای آفریقایی زندگی میکرد و هیچ درکی از آمریکا نداشت. در این سن 7 سالگی با پدر و مادر مهاجرش مهاجرت میکنه به نیویورک و حالا به این موقعیت میرسه. همسرش هم جالب هست، یک خانمی که اهل سوریه است، یک هنرمند اهل سوریه. بعد اینا چطور با هم آشنا شدن؟ از طریق دیتینگ اپ، یکی از دیتینگ اپ های آمریکایی به اسم هینچ، که اصلا این دیتینگ کردن اینها و این که فقط 3 ماه قبل از این انتخابات با هم ازدواج کردن باعث شد اصلا مارکت این دیتینگ اپ حسابی توی آمریکا سر صدا بکنه. آقای ترامپ خیلی تلاش کرد که این آقای ممدانی شهردار نیویورک نشه، حتی تهدید کرد نیویورکی ها رو که بهش رأی ندن. با این حال این آدم پیروز شد. اما چطوری؟ اینکه یک فرد 34 ساله، فقط 34 سالش هست، چطور تمام اون باورهای سنتی سیاست آمریکا رو به نوعی جابجا کرد؟ طوری که تبلیغات کرد، طوری که حالا شهردار شده. 1 سال پیش این آقا میرفت سر چهارراها در نیویورک میایستاد، با موبایلش از مردم ویدیو میگرفت، ازشون پرسید به چه کسی رأی دادن و چرا رأی دادن. این ویدیوها اصلا اولش جدی گرفته نمیشد و حتی نظرسنجی که 1 سال پیش برگزار شده بود فقط 2% با آقای ممدانی رأی دادن. از طریق همین ویدیوها، از طریق انتشار مثلا ویدیوهای رقصش تو سوشال میدیا و این ارتباطاتی که با مردم میگرفت، این آقا ظرف 12 ماه این پوزیشن و این جایگاه رو برد و تبدیل شد به شهردار نیویورک با وعده‌های اتوبوس مجانی، پرستار کودک رایگان و وعده‌هایی که ایرانی‌های ساکن نیویورک میگن خیلی باهاش خاطره دارن و خیلی هم باش شوخی میکنن، میگن کاخ سفید رو که هنوز نتونستن حسینیه بکنن اما نیویورک انگار حسینیه شد.